بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز. امیدوارم هر جا که هستین جور و صحتمند باشین. در سوی جلسه پیش با دقت گوش کردین. آیا سوالی برای شما پیش آمده؟ امیدوارم که اگر سوالی هم برای شما پیش آمده بتونیم با کمک اطلاعاتی که در ویدیوی قبل دادیم در پاسخ درست برسید. متاسفانه من در خدمت شما حضوری تشریف ندارم و نمیتونم که در سوالهای شما حضوری پاسخ بدم. پس امیدوار هستم که انشاءالله ویدیوها به اندازه کافی در شما اطلاعات داده باشه. امروز میخواهیم که در ادامه فصل ششم جلسه دوم در رابطه با موضوعات نظیر تعامل تیزاب‌های عضوی با القلی‌ها و همچنین در رابطه با گرمای خنثی‌سازی صحبت کنیم. قبل از اینکه بخوایم بیشتر وارد درس بشیم لازم هست که کربوکسیلیک اسیدها را برای شما معرفی کنم. دوستان، کربوکسیلیک اسیدها به طور کلی تیزاب‌های عضوی هستند. تیزاب‌های عضوی که این تیزاب‌های عضوی دارای گروپ وظیفوی کربوکسیل. گروپ وظیفوی کربوکسیل. شاید پرسان کنید ما تا حالا گروپ وظیفوی کربوکسیل در گوش ما نخورده. اصلا خود کلمه گروپ وظیفوی چی هستن؟ دوستان، شما گروپ‌های وظیفوی و اینها را در صنف 12 به طور کامل آموزش می‌بینید. ولی حال که کتاب شما این موضوعات عنوان کرده، ما هم مجبور هستیم که تا حد شما را با اینها آشنا کنیم. به طور کلی ما اگه بخوایم که گروپ وظیفوی را در شما معرفی کنم، گروپ وظیفوی در واقع دسته از اتم ها هسته که در شکل خاصی با هم رابطه ایجاد میکنن. پس گروپ وظیفوی دسته خاصی از اتم ها هسته که در شکل خاصی با هم رابطه ایجاد میکنه و ما در مجموعه اتم ها که در شکل خاصی با هم رابطه ایجاد کرده یک گروپ وظیفوی میگوییم. گروپ های وظیفوی در هر مرکب عضوی که یافت بشه یک سری خواص فیزیکی و کیمیایی منحصر به فردی در اون ماده میبخشه. پس بنابراین وجود گروپ های وظیفوی مشخص در مرکبات عضوی ما را پیشاپیش با خواص کیمیایی و فیزیکی اون ماده آشنا میکنه. حالا یکی از این گروپ های وظیفوی کربوکسیله. کربوکسیل وقتی به یک مرکب عضوی متصل میشه ما دیگه در اون مرکب میگوییم کربوکسیلیک اسید. شاید بگویید ما تا حالا این ماده را نشنیدیم. خب درست هم میگید، ولی شما با نام تیزاب‌هاش شاید آشنا باشید. تیزاب‌هایی که در این خانواده تعلق داره. یکی از تیزاب‌هایی که در خانواده کربوکسیلیک اسیدها تعلق داره اسیتیک اسیده که شما اسمی رو خیلی شنیدین و در اسیتیک اسید گروپ وظیفوی کربوکسیل بوده ولی ما تا به امروز این رو نمیشناختیم. فقط میدونستیم فرمول کیمیاییش مثلا فلان فرمول میشه. خب پس بنابراین یک گروپ وظیفوی کربوکسیل هست که کربوکسیل در واقع در او یک اتم کربن از طریق یک رابطه یگانه در یک زنجیر هیدروکربنی قبل خودش متصله. شما فعلا نمیخواد بدونید که زنجیر هیدروکربنی چیه. در صنف 12 همه را کامل یاد میگیرید. پس شما نگاه کنید، یک اتم کربن با یک رابطه دوگانه در اکسیژن وصله با یک رابطه یگانه در هیدروکسیل وصله. در اینجا نگاه کنید، آر همون زنجیر هیدروکربنیه که در واقع اینجا اتم کربن میبینید که با یک رابطه دوگانه در یک اتم اکسیژن متصله و با یک رابطه یگانه در یک اکسیژن و یک اتم هیدروژن متصله و ما سر هم در این قسمت میگوییم گروپ وظیفوی کربوکسیل. حالا دیگه چی میخوایم بگوییم؟ میخوایم بگوییم که فرمول عمومی کربوکسیلیک اسیدها یعنی چه مرکباتی از نظر ما کربوکسیلیک اسید محسوب میشه؟ اینها مرکباتی هستند که یک زنجیر هیدروکربنی با یک رابطه یگانه در یک کربن و OH متصل میشه. خب حالا اینا رو گفتیم که چی رو معرفی کنیم؟ ما خواستیم در شما این رو بگیم که کربوکسیلیک اسیدها تیزاب‌های عضوی هستند که میتونه القلی‌ها رو خنثی کنه. پس کربوکسیلیک اسیدها زمانی که با القلی‌ها تعامل میده القلی‌ها رو خنثی میکنه. دوستان به شکل نگاه کنید. من میخوام اینجا برای شما نحوه تعامل اینها رو نشان بدم که چه رقم با هم تعامل میده و چه رقم همدیگه رو خنثی میکنه. حال میخوایم توضیح بدیم که در اثر تعامل یک کربوکسیلیک اسید و یک ماده القلی چی تولید میشه. در شکل نگاه کنید.
این شکل نماینده کلی یک کاربوکسیلیک اسیده که با یک القلی میخواد که تعامل بده. القلی یک OH در اشتراک مزاره یا مزاره وسط، کاربوکسیلیک اسید یک H در همدیگه هدیه میده. در اثر تعامل H و OH چه ماده ساخته میشه؟ آب یا H2O ساخته میشه. پس بنابراین هر چی که مانده شما از اول نوشته کنید. چی ممانه؟ نگاه کنید، یک R اینجا داریم، R رابطه O، بعد رابطه دوگانه با O و Na. پس ما این را الان باید نوشته کنم. پس میشه R رابطه کربن رابطه دوگانه O Na جمع چی؟ جمع H2O. دوستان ما قبلا برای شما نگفتیم که از تعامل تیزاب ها و القلی ها آب ایجاد میشه؟ این هم آبی که ایجاد شده. حالا یک مثال، CH3COOH یا همون اسیتیک اسیدی که میشناختیم، جمع NaOH. شما مثل بالایی عمل کنید. یک OH از القلی گرفته شوه، یک H از اسید گرفته شوه و اینها با هم دیگه آب یا H2O را تولید کنه. هر چی که مانده شما از اول نوشته کنین. برای شما چی مانده؟ از اینجا نگاه کنید، بخوانید. CH3COONA جمع چی؟ جمع H2O. ده همین راحتی با هم تعامل میده و هم دیگه خنثی میکنه. مثال بعدی میخوایم بدونیم در اثر تعامل اسیتیک اسید و امونیا چی تولید میشه. دوستان شما این نکته رو در خاطر داشته باشید که اگر اسیتیک اسید در حرارت‌های معمولی با امونیا تعامل بده، یک رقم تعامل میده و اگه حرارت بره بالا، در اثر این تعامل آب هم تولید میشه. پس فعلا این تعامل اولی که من میخوایم حل کنم در حرارت‌های معمولی خیلی بالا نیسته. در اثر این تعامل یک H در امونیا منتقل میشه، چون امونیا القلی هست، درسته؟ پس بنابراین میشه CH3COONH4. این میشه امونیم اسیتات. امونیم اسیتات ساخته میشه. حالا اگر حرارت بالا رفت، در نتیجه تعامل باید آب تولید بشه. برای اینکه آب تولید بشه، یک OH از اسیتیک اسید و یک H از امونیا با همدیگه آب را تشکیل میده. دیگه هر چی که مانده شما از اول نوشته کنیم. چی میمانه؟ بخوانیم CH3CONH2 جمع H2O و در اثر این تعامل برای شما آب تولید میشه. امین چی هست؟ امین یک مرکب عضوی هست که در ساختار از اتم‌های کربن، نیتروژن و هیدروژن وجود داره و به طور کلی دارای ساختار RNH2 هسته. NH2 چی هسته؟ R همون زنجیر هیدروکربنی هست که با یک رابطه یگانه در یک اتم نیتروژن که خود این نیتروژن در دو اتم هیدروژن متصل هست وصل میشه. امین ها القلی های عضوی هسته که میتونه با تیزاب های عضوی تعامل بده و آب را ایجاد کنه. در این مثال توجه کنید. داریم CH3COOH که در واقع اسیتیک اسیده. زمانی که جمع امین ها میشه با امین تعامل میده و آب را ایجاد میکنه. یک OH از اسیتیک اسید و یک H از اینا با هم تعامل میده و در اثر این تعامل آب تولید میشه. دیگه هر چی که مانده شما از اول نوشته کنید. پس در اثر این تعامل داده میشه CH3CONH3 جمع چه ماده‌ای؟ جمع آب و برای شما آب را ایجاد میکنه. پس اینها با هم تعامل دادن. تیزاب و القلی همدیگر رو خنثی میکنه و در اثر این خنثی سازی برای شما آب تولید میکنه. نکته: گروه وظیفوی کربنی که با یک رابطه دوگانه در یک اتم اکسیژن و یک رابطه یگانه در NH متصل میشه، در این میگن گروه وظیفوی پپتایدی. دوستان پپتایدها در ساختار نیلون ها یعنی پلیمرهای مصنوعی و برخی از پلیمرهای طبیعی شرکت میکنن.
پلیمرهای طبیعی که حاوی پروتئین باشه، نظیر گوشت، نظیر سویا، اینها میتونه که حاوی گروپ وظیفوی پپتایدی باشه. مرکب عضوی بعدی الکله. دوستان، الکل ها مرکباتی هستند که در ساختار اینها حداقل یک گروه وظیفوی هیدروکسیل وجود داره. پس ویژگی الکل ها چیه؟ حتما در مرکبات عضوی که الکلی باشه حداقل یک گروه وظیفوی هیدروکسیل یا OH باید حضور داشته باشه که گروه وظیفوی هیدروکسیل یعنی OH با یک رابطه دوگانه در کربن پشت سر خود متصل میشه و ما میتونیم الکل ها را در شکل کلی ROH نشان بدیم. پس بنابراین R یک زنجیر هیدروکربنی هست و اگه من بخوام یک مثال برای شما بیارم، مثل چی؟ مثل CH3 که با یک رابطه یگانه در یک OH متصل میشه و ما در این مرکب عضوی میگیم میتایل و میتایل یک نوع الکل عضوی محسوب میشه. ایسترها چی هستن؟ دوستان، ایسترها اینها هم مرکبات عضوی هستند که منشأ بوی خوش شکوفه ها، عطرها، گلها، بو و طعم میوه ها هستند. در واقع بویی که از گلها در مشام ما میرسه، بویی که از میوه های نظیر آناناس، نظیر سیب و میوه های خوشمزه که به مشام ما میرسه، اینها به علت وجود ایسترهایی هست که در این میوه ها یا در او عطرها و شکوفه ها وجود دارند. از طرفی ایسترها مرکباتی هستند که از تعامل خنثی‌سازی تیزاب‌ها و الکل‌های عضوی حاصل میشه. یا که بخوام آسان‌تر در شما بگم، در اثر تعامل کربوکسیلیک اسیدها و الکل‌ها، دوستان الکل‌ها القلی محسوب میشه. کربوکسیلیک اسیدم خب تیزابه. اینها زمانی که با هم تعامل میده با از دست دادن آب یا با تولید آب ایسترها را برای ما تولید میکنن. پس ایسترها از تعامل خنثی‌سازی تیزاب‌ها و الکل‌های عضوی حاصل میشه. در شکل کلی نشان میدیم، میگوییم کربوکسیلیک اسید مثل اسیتیک اسید جمع یک الکل میشه و در اثر این تعامل با از دست دادن آب یا با ایجاد آب ایسترها را برای شما تولید میکنن. نگاه کنید، ما در شکل کلی میتونیم در این شکل نشان بدیم که یک ماده‌ای که اسیتیک اسیده اگه جمع یک ماده‌ای بشه که الکل هسته، الکل ها مرکبات عضوی هست که حاوی گروپ وظیفوی هیدروکسیل باشه و این هم در شما چی رو نشان میده؟ این گروپ وظیفوی کربوکسیله. پس نشان میده که مرکب سمت چپ باید کربوکسیلیک اسید باشه و مرکب سمت راست که OH داره یک الکل هسته. در اثر تعامل اینها یک OH از الکل، یک H از کربوکسیلیک اسید، اینا با هم یک جای میشه و در اثر یک جای شدن این دو ماده آب تولید میشه. دیگه هر چی که مانده شما از اول نوشته کنید. چی مونه؟ R رابطه کربن و در این شکل شما این خود این رو نوشته میکنین. در ادامه O اینجا دارین، ای O رابطه R زبر جمع H2O و H2O یا آب را برای شما تولید میکنه. حالا یک مثال این میخوایم با هم دیگه حل کنیم. این ماده چیه؟ این همون اسیتیک اسیده. این اگر جمع بشه با ایتانول، در اثر تعامل اینها اولا که باید آب تولید بشه، پس در اثر مرکب شدن اینها باید آب تولید بشه. حالا هر چی که مانده شما از اول مثل بالایی نوشته کنین. چی دارین؟ یک CH3 در اینجا دارین، رابطه کربن دوگانه اکسیژن O C2H5. دوستان ما در این قسمت میگوییم ایستر. این ایستر هست که در ادامه برای شما آب را هم تولید میکنه. پس ایسترها در اثر تعامل کربوکسیلیک اسیدها و الکل‌ها ایجاد میشه. گرمای خنثی‌سازی چیه؟ در اثر تعامل تیزاب‌ها و القلی‌ها گرما تولید میشه. فقط گرما نیست، نمک و آب هم تولید میشه ولی گرما هم با او تولید میشه. از طرفی تیزاب‌ها یا القلی‌ها اگر قوی باشه در اثر تعامل اینها 13.7 کیلوکالری بر مول میتونه که گرما تولید بشه یا گرما آزاد بشه.
تیتریشن یا عیارسازی. دوستان، تیتریشن یا عیارسازی عملیه‌ای هست که در او ما بالای یک تیزاب القلی ها را قطره قطره میچکانیم که بتونیم حجم و غلظت القلی یا تیزابی را که نمیشناسیم حساب کنیم. پس در عملیه تیتریشن ما با استفاده از خواص مشخص یک محلول، مثال میزنم، شما یک تیزاب دارین که میدونید این تیزاب چقدر حجم داره، چقدر هم غلظت داره، میدونیم. ولی یک ماده دیگه داری القلیه، او رو نمیشناسیم. ما با استفاده از این ماده‌ای که میشناسیم خواص اون محلولی که نمیشناسیم را حساب میکنیم. دیگه عمل تیتریشن یا عیارسازی گفته میشه. شما نگاه کنید، ما در داخل این ظرف که اون محلول تیترانت میگوییم، اون ماده‌ای که او را نمیشناسیم قرار میدیم. سپس اون ماده یا تیزاب یا القلی که میشناسیم را قطره قطره بالای محلولی که نمیشناسیم اضافه میکنیم، علاوه میکنیم تا بتونیم با استفاده از عملیه تیتریشن و فرموله هایی که ما میخوایم در شما آموزش بدیم غلظت و حجم محلولی که نمیشناسیم را حساب کنیم. یک روخانی بکنیم. تیتریشن یا عیارسازی عملیه است که در آن با استفاده از خاصیت مشخص یک محلول، یعنی محلولی که شما او رو میشناسید، میدونید چقدر غلظت داره، میدونید چقدر pH داره و چقدر حجم داره، خاصیت و مشخصات یک محلول دیگر را که نمیشناسیم یا مجهول هست او را حساب میکنیم. در کیمیای تیزاب و القلی اکثراً برای دریافت حجم محلول، غلظت و pH از عملیه تیتریشن استفاده میشه. همین یک خط خوب بلد باشید. من همین نکته را در چند تست کنکوری دیدم. پس بنابراین ما برای اینکه بتونیم غلظت، حجم و pH تیزاب ها یا القلی ها را حساب کنیم از عملیه تیتریشن استفاده میکنیم. حالا برای اینکه ما از عملیه تیتریشن استفاده کنیم دو راه وجود داره. راه اول استفاده از pH متر. دوستان، pH متر یک دستگاه برقیه که شما او را در داخل محلول قرار میدین. محلولی که تیترانت، محلولی که میخوایم بدونیم این چقدر غلظت داره، چقدر حجم داره و او را زیاد نمیشناسیم. pH متر در داخل اون محلول قرار میدیم. سپس تیزاب یا القلی را قطره قطره بالای اون محلول اضافه میکنیم تا زمانی که pH متر در شما pH مساوی با 7 نشان میده. خب دوستان، بدیهیه دیگه، اگر ما pH متر در داخل یک محلول تیزابی قرار بدیم مسلما pH متر pH های کمتر از 7 در ما نشان میده. دوستان، اون وقت ما چی کار میکنیم؟ ما یک محلول القلی را قطره قطره بالای او اضافه میکنیم تا زمانی که pH متر در شما pH مساوی با 7 نشان میده. سپس با استفاده از فرمول هایی که انشاءالله چند دقیقه بعد به شما معرفی میکنیم میتونین غلظت و حجم محلولی که نمیشناسین را حساب کنید. روش بعدی استفاده از معرف های خاصه. معرف خاص چیه؟ یک سری مواد داریم که این مواد در تعامل با تیزاب ها و القلی ها حساسیت داره و تغییر رنگ میده. در اثر تغییر رنگ اینها و با اطلاعاتی که ما از قبل در رابطه با این معرف ها داریم میتونیم که تا حدی pH اون محلول تخمین بزنیم که مثلا pH ای در چه انتروالی میتونه باشه. پس در روش استفاده از معرف های خاص با استفاده از موادی که من الان در شما معرفی میکنم، با استفاده از یک سری مواد میتونیم pH محلولی که نمیشناسیم را تا حدی تخمین بزنیم. دقیق نه، ولی تخمین میتونیم بزنیم. معرف های تیتریشن. دوستان، اگه بخوایم که معرف ها رو معرفی کنیم، معرف ها به طور کلی در 3 گروه قرار میگیره. یکی از این معرف هایی هست که در انتروال 7 برای ما خوب جواب میده. یعنی معرف هایی هست که در محدوده pH های خنثی خوب تغییر رنگ میده. یکی از این مواد کاغذ لتمسه. کاغذ لتمس ما در جلسه های پیش در شما معرفی کردیم. کاغذ لتمس در 2 رنگ سرخ و آبی موجوده که از رنگ سرخ او برای محلول‌های القلی و از رنگ آبی از او برای محلول‌های تیزابی استفاده می‌کنیم. کاغذ لتمس نسبت به pH های 5.5 تا 8 خوب تغییر رنگ میده و میتونه که دما تا حد اون محلول بشناسونه. معرف بعدی برومیوم تیموله. برومیوم تیمول ماده‌ای هست که در pH های 6 الی 7.6 خوب تغییر رنگ میده.
دوستان برومیوم تیمول بلورهایی داره که این بلور در محیط‌های تیزابی در رنگ زرد در میاد، در محیط‌های خنثی در رنگ سبز در میاد و در محیط‌های القلی به رنگ آبی در میآید. از برومیوم تیمول میتونیم که در تعاملی که تیزاب‌های قوی یا القلی‌های قوی با هم تعامل میده از همین ماده یعنی برومیوم تیمول میتونیم استفاده کنیم. ماده بعدی ماده‌ای هست که بیشتر زمانی استفاده میشه که شما pH یک تیزاب قوی رو میخواین حساب کنین. این محیط شما یا محلول شما تیزابی هسته، pH کمتر از 7 داره. این ماده میتایل اورنجه. میتایل اورنج ماده‌ای هست که در pH های کمتر از 7 یعنی اسیدی شما در شکل نگاه کنید خوب تغییر رنگ میده. ماده بعدی که بیشتر در محیط‌های القلی استفاده میشه ماده فینول فتالینه. فینول فتالین ماده‌ای هست که زمانی که pH زیاد میشه این ماده به رنگ زیبای ارغوانی یا رنگ بنفش در میآید و هر چقدر که رنگ ای تیره تر میشه نشان دهنده ای هست که القلیت محیط یا قلویت محیط بالاتر رفته. خب دوستان برای عملیه تیتریشن ما گفتیم که تیتریشن در شما یک راهی را نشان میده، یک روشی را نشان میده که با استفاده از این روش شما بتونین غلظت و حجم محلولی که نمیشناسین حساب کنید. فرمول محاسبه غلظت و حجم محلول مجهول چی هست؟ هست C1 ضرب V1 مساوی C2 ضرب V2. C1 چیه؟ دوستان C1 میتونه که غلظت تیزاب باشه. پس اگر C1 غلظت تیزاب میشه V1 هم میشه حجم تیزاب. اگر C2 غلظت القلی باشه V2 هم میشه حجم القلی. ایران بگویم که مهم نیست که شما C1 در تیزاب میدین یا القلی میدین، مهم نیسته. مهم اینه که اگر C1 تیزاب باشه V1 هم حجم تیزابه. اگر C2 غلظت القلی باشه V2 هم حجم القلی هستن. نکته بعد چیه؟ از این خاطر که این دو رابطه با یک مساوی ده هم متصل هستن شما میتونید که حجمهای خود بر حسب هر واحدی که میخواین قرار بدین فقط واحدهای شما مثل هم دیگه باشه. مثال میزنم، اگر شما در این قسمت اگر V1 به حسب میلی لیتر قرار دادین V2 هم به حسب میلی لیتر قرار بدین. اگر شما در این قسمت V1 به حسب لیتر قرار میدین V2 هم به حسب لیتر قرار بدین. پس این تساوی ها کمک میکنه که ما نمیخوایم که خیلی واحدها را استاندارد کنیم. همین که واحدها مثل هم دیگه باشه برای ما قابل حل کفایت میکنه. همچنین برای غلظت ها شما در این قسمت غلظت تیزاب یا القلی را بر حسب هر واحدی که قرار میدین غلظت اون ماده دیگر هم در حسب همون واحد قرار بدین. خب چند سوال کانکوری با هم دیگه حل کنیم. برای خنثی نمودن 20 میلی لیتر محلول NaOH با غلظت 0.3 مولر به مقدار 30 میلی لیتر محلول HNO3 یا همون تیزاب شوره به مصرف رسیده. غلظت محلول HNO3 عبارت از چی میشه؟ خب دوستان ما الان به شما گفتیم که تیتریشن یا عیارسازی کمک میکنه که ما بتونیم غلظت و حجم محلول هایی که نمیشناسیم را حساب کنیم. خب دوستان برای حل این سوال اول لازم هسته که فرمول نوشته کنیم. فرمول چی هست؟ غلظت ماده اولیه ضرب در حجم او برابر میشه با غلظت اون ماده دیگه ضرب در حجم او. در رابطه با NaOH که القلی هست اطلاعاتی که سوال در اختیار ما داده این بوده که حجم این ماده 20 میلی لیتر و غلظت این ماده چقدره؟ 0.3 مولر هست. در رابطه با تیزاب شوره یعنی HNO3 اطلاعاتی که داده این هسته که حجم این محلول 30 میلی لیتره ولی غلظت او را نمیدونیم. خیلی راحت و خیلی آسان با استفاده از این فرمول میتونیم که غلظت تیزاب شوره را حساب کنیم. خب پس در این فرمول به جای مقادیری که داریم عدد قرار میدیم. به جای C1 قرار میدیم 0.3، به جای حجم قرار میدیم 20 مساوی 30 ضرب در C2. از اینجا C2 مساوی میشه با 0.3
ضرب در 20 بر روی چند؟ بر روی 30 که پاسخ چقدر میشه؟ پاسخ میشه 0.2 مولر. حالا بیایم گزینه ها رو با هم بخونیم. گزینه 1 هست 2 مولر، گزینه 2 7.1 مولر، گزینه 3 0.2 مولر و گزینه 4 0.3 مولر. پس کدام گزینه میشه؟ گزینه 3 درسته. محصول تعامل 2HGO در اثر گرما چی هسته؟ دوستان همین نکته را من جلسه پیش در قالب درس در شما گفتم ولی تست کانکورش اون موقع به دستم نیامد. اگر ما بیاییم HGO را گرما بدیم این ماده تجزیه میشه در عناصر سازنده خود. پس در اثر این تعامل برای ما باید سیماب خالص و گاز اکسیژن تولید بشه. گزینه 1 گفته HGO2 جمع Hg، گزینه 2 HGO جمع O2، گزینه 3 3HG جمع O2 و گزینه 4 2HG یعنی سیماب خالص جمع O2 که پاسخ درست گزینه 4 میشه. خب انشالله که امروز درس با دقت گوش کرده باشین و انشالله که سوالهایی که در ذهن شما هست با همین ویدیو پاسخ داده شود. شما را به خدا می سپارم. پیروز و موفق باشید.